بله دلیل ممالی همراه مستوره از افیر مستقیم رادیو وطن برای شما زنگ میزنیم. بخش شما رو آگاه نکردیم. سلامت باشید. چی حال و هوا داره در این روزهای گرم تابستان؟ همراه فرزند اومدیم نورک. وای هوای تازه، لب بحر. هوای تازه. بسیار کودکان در حالت کرانتین در چند ماهی کرانتین قدر خسته شدم. بله. دیدم بهاشون سوخت با چند روز چی میگن تب خیره و چشون هم بسیار کودکان را تاثیر بد رساند. بعد من همچون یک آدمی مادری که همه وقت همه چیز دارم میبینم. گفتم حق ندارم یا باید که همه کودکی خچو نبکنن. هم آشو هم تلاش برای اون که از همه حالت ها از ما بگذره حالت های بده که بود. سلامت باشید. من از یک سرود از شما پخش کردم در افیر مستقیم طبیبی از خدای من که بهروز میرزویف سرادی است. هفته قبل این نماهنگ برآمد و بار اول در رادیو وطن صدا داد. ما کلیپش هم توسط فیسبوک برای بیننده‌مون نمایش داده. در مورد همین ایجاد شدن همین شعر یک دو جمله میگفته. چگونه که من آگاه شدم وقتی که شما بستری بوده در بیمارخانه استقلال این شعر نوشته. بله من تلاش دکترا که او حالتهای بسیار بدی که داشتن در همون شب روز در همون چی میگن همون اوجی پنجشنبه عید و بوی واقعا هم خیلی بده که من خاطرهای بد دارم از این وبا بعدش میبینم و همون شب روز که من در بیمارستان بودم حالت دکترا بسیار بد بود. شما گرفتار کووید بودید که التهاب شوش؟ نه هم کووید و التهاب شوش هر یک چیزن که ما نامگذاری نکردیم متاسفانه در تاجیکستان. به هر حال شما رو تشخیصتون چی برآمد؟ التهاب شوش یا کووید؟ هرچند که من چی میگم التهاب شوش پنیمونی دو طرفه میگن ولی او دیگه دقیقا همون نشانه های کووید بود در اون بیماری و من همون زینه بدترین شاینه که از همون چی میگن درجه بدترین شد گذروندم که اصلا دکترها امید نداشتن که میتونن جانی مرا دوباره نجات بدن و دوباره به حیات من برگردونن و این قدر تلاشایی که اونو کردن و خیلی برای اونو دوستان بنویسیم. بله. واقعا آقای شوهر برای من یک چیز دیگه است که شما در همین شب و روزی که ما اولین بار اعلان کردیم سال 30 اپریل گرفتاران کووید 19 در تاجیکستان شما دو سه روز افیرهای مستقیم داشتین و با مردم روحیه میدادید و مردم انرژی میدادید. شب روزی که من در افیر مستقیم هم تصمیم گرفتم که روحیه مردم رو باید بولیده کرد یک نفر چون که اون شب روز فضای فیسبوک فضای متمخانه را میموند. من همون شب روز که صحبت میکردم افیر میبرامدم همون حالت حالا که من تست داشتم با تست 37 من افیر میبرامدم. ولی شما نمیگفتید هیچ وقتی نه در افیرهاتون کو چرا مقصد مو اصلا او نبود که مردم ناراحت بکنیم. مقصد من وقتی که راحت بخشیدن بود دیگه از حرفای ناخوش نگفتیم. به نظرتون از کجا اومده است به شما از کجا قدری که من احتیاط کردم این قدری که من پیشتر از همه کرانتین اعلان کردم و کودکان من نموندم به مکتب برام با وجودی که حتی دایرکت مکتب زنگ میزدم ولی من میگفتم که برای من عین زمان به خاطر کودکان مهم است و کودکان من نمیمونم برام بگذار از مکتب پیش کنم خودم درس میدم و خودم خیلی بر وقت یک روز در بین یک دوستم دوست خانمی بسیار ارجمند دارم که دعوت کرد خونهش گفت خودم تنهایم کسی نیست و خونه نو گرفتم بسیار میخوام تو بر خونه مرا دوبتی رفتیم خونه او را دوتی یک نیم ساعت شیشتیم هر دومان بسیار صحبت‌های گرم داشتیم یا چم کرده بودم یکی گفت که امین شوهری من گفت کووید چی ده گفت من کم ترس دارم همین گفت گفت بیری من دور رفت بعد میخی وقتی برآمدن ده وقتی خواستم بوسه کنم و خیرخش کنم گرم روش من فهمیدم بسیار بدنت گرمه گفت که من فکر میکنم تمپراتور کردم گفتم رحمت به پدرت خونه آمدم بعد دو روز خالم هم که امروز اومده بود خونه و برای کورپچوی مرا دوختن اورم سیرویت چید بعد از دو روز یا 3 روز 4 روز شاید من تست کردم بعد وی خالم تست کرد و او دوست دیگری من جمیله عبدالله و رقصنده هستم بودی زیبا که هم همسایگی من در زندگی میکنه او هم اومد یک شام و هر دو گردش کردیم و همراه یک جا در خونه ما قهوه نوشیدیم اورم از من بیماری گرفت. از قصه مادر برای ما بگید که مادر از کجا گرفت کووید؟ پدر و مادر هر دوشون در یک مورد بیمار شدن. پدرم بسیار درجه وزنین ترین گذراند هیچ امید نداشته ولی خوشبختی خیلی لااقل پدر حالی بالای سر ما هستن و هر دی او از یک نفهمی بسیار ما میتونیم اگر این مسئله را برداریم مسئله بحث سودی مثل دیگر ولی از همه حالتهای ناراحت کننده خستم تا حدی که دیگه همون جان مادر من فکر میکنم که به خداوند لازم بود گرفتش دیگه نمیخوام که ناراحت کنم باشه وگرنه امام وقتی که گرفتار شد و از یک جای دیگه بالای یک مرده که بیماری کووید داشت میرود تا سحر میشنه بالای مرده ده در خانه که میمره اگون خیوی نیست یعنی که بین مونیگذاری نیست دیگر
بعد میای خونش بیمار میشه. بعد او همه ما که فرزند بسیار کم 2 تا فرزند دارم در روسیه، او همه نوزوش فقط برادرش یعنی پدری ما میبردارن، او را بیمارستان میبرن. ای بیمارستان حالی تسپش نفر اومده، او را دکتر جواب میتن و او میای خونه ما. وقتی خونه ما میاد پدر و مادری ما یک همه کسی میفهمونن شونه و مثلا خیلی بالا را ندیدگی یک مثلا پدرم عموما با چی میگه من نمیپوشم ماسک نمیپوشم به خاطر که پیش خواهرم با ماسک اگر من میدرم ناراحت میشه، خفه میشه، ناراحت میشه. همین را فکر میکنه یعنی که یک فکر توجیه کنن دیگه هرچون سیرایت میوان. مادرم 6 روز در خونه توبت گرفت. روز ششم یعنی روزی که مرا باید از بیمارستان باید دیگر جواب میدادن، دیگر روز دیگه من باید خونه میمدم چون که از ما همه نشونه گذشته بود، برطرف شده بود. برای من زنگ زدم که مادر بسیار حالت وضعی است که روان که مادر از این حالت حالی که من بیرون اومدم من خودم نگهداریش کنم. و 7 روز مهمونی ما بودم. اینم فکر میکنم که یک نمیفهم یک سناریو بسیار مخصوص بود که همیشه در زندگی ما یک حالت وارد میشه که خودم حیران میشم. و 4-5 ماه که من در امریکا بودم مادری من یک قدر از غمی دوری من زیاد گریست و زیاد 100 سال دیگه پیر شد، اما ما 7 روز خودم مهمانی ما کرد که همه حرفاش بگه. ولی اپای شویرا میخوام فهمم که در آخری صحبت این اولین مصاحبه شما بعد از مرخص شدن از بیمارخانه است، خطا نکنم با روزنامه‌نگاران. بله. ولی در آخر برای مردمی که شاید گرفتار این بیماری هستند و ما در روز میبینیم که در روز هم با 50-60 نفر زیاد شده است، ولی حالی هم مردم در کوچه ها ماسک ندارن، فاصله را رعایت نمیکنن، یک هم مردم خاطرش جمع شد. برای همین هموطنان چی میگوید شما؟ چند جمله؟ بسیار خواهش میکنم از شما، از همه مردمایی که لحظه ما رو اگر میشنوند. من نمیدونم تا کجا حرف ما تاثیر داره این زمان با این روحیه‌ای که من خودم حاضر دارم. خودم نیاز دارم که یک نفر مرا چی میگن والده بداره، ولی اطمینان دارم هم که یک انسانی تجربه دار، چون من میگم از اون مرحله‌ای که من گذشتم و دردایی را که من کشیدم خداوند دشمنی من اما درد را نبینه. و من دقیقاً باور دارم وقتی که میگن که نفری که گرفتاری وبا شدن، نفری که اگر مرده شدن در این وبا شهید شدن، اگر نه همه گناهاشون ریخته شد، من باور میکنم برای که واقعا از یک آتش دوزخ میگذری. همین چیزا برای چی شما باید تحمل کنی؟ هنوز هم مثلا نبینه یک موضوع شد که من توبه یافتم حالا هم آثار بیماری در بدن من هست، ضعیفیت یعنی یک ضعفیت است در بدن که ناراحت کننده است. او بهتر نیست که ما دیگه پیش از همه خودمون حمایت کنیم، جون به جبر به جونک شیرینک خودمون نکنیم. بعدن یک نفر دیگر مثلا نیست که ما هم خواهرم و خالم و هم همسایه‌ام گرفتار کردم، هنوزم میبینیم که اولی پر روی پونه خستیان، من خودم گناهکار احساس میکنم. هیچی گناهکاری نداشته باشه، نه پیش خداوند نه پیش خودم. از ما که آگاه نشد، ولی اکثر مردم آگاهانه ترس دارن، ولی یک نفر خونهشون دعوت میکنن، ترس دارن ولی خونه یک کس مهمانی میروند، ترس دارن بدون ماسک کوچه میان. این جنایت است، خیانت است که خداوند نمیبخشه. سلامت باشید آقای شویرا، خودتان احتیاط کنید. بخشش که در وقت استراحتتون من زنگ زدم ناراحت کردم، عذر، روان مادر شد. استراحت همین صحبت حضور بود. سلامت باشید، خودتان احتیاط کنید و همیشه وطن باشید. و یک سرودک زیبا در اجرای سیراج‌الدین فاضلی وصف مادر میکند برای همه اونایی که اوچه جونشون از دست دادن، برای همونایی که اوچه جونشون الان در پهلوشون است، به قدرشون برسن. خودتان احتیاط کنید آقا جان. برسن او مادر. خداحافظ. عشقم امیدم حیاتم تویی، ای مادری جون مادرم، قلبم فدایم نوایم تویی، ای مادری جون مادرم. عشقم امیدم حیاتم تویی، ای مادری جون